سلام. در این ویدیو قصد داریم مراحل ثبت نام دانش آموز جدید را در پورتال مدرسه با هم مرور کنیم. ابتدا وارد صفحه portal.irsmp.com شوید. برای دکمه شروع ثبت نام کلیک کنید. سپس زبان دلخواه خود را انتخاب کنید. در این صفحه اگر کارت آیدی امارات را دارید، شماره آیدی کارت را بدون فاصله یا خط تیره در این قسمت وارد کنید. در صورت نداشتن آیدی کارت، شماره کارت ملی را در این قسمت وارد کرده و سپس روی باکس I'm not a robot کلیک کنید. پس از دریافت علامت سبز رنگ، روی دکمه شروع کلیک کنید. در این صفحه اطلاعات شخصی را دقیقاً مطابق پاسپورت وارد کنید. توجه داشته باشید موارد دارای ستاره قرمز را حتماً پر کرده و موارد فاقد ستاره قرمز را در صورت تمایل پر کنید. در بخش اطلاعات فارسی، اطلاعات را با الفبای فارسی و در بخش اطلاعات انگلیسی، اطلاعات را با الفبای انگلیسی پر کنید. ورود به سیستم و تکمیل فرآیند ثبت نام تنها از طریق ایمیل و شماره تلفن همراه شما امکان پذیر است. پس در بخش اطلاعات تماس، از درست بودن ایمیل و شماره موبایل خود مطمئن شوید. سپس برای انتخاب موقعیت خود روی نقشه کلیک کنید. شما همچنین می توانید با کلیک بر روی آیکون جستجو، موقعیت مکانی خود را جستجو کنید. در این صفحه برای افزودن شماره تماس روی دکمه آبی رنگ کلیک کنید. پس از وارد کردن شماره، نوع شماره را انتخاب کنید. شما می توانید به تعداد دلخواه شماره وارد کنید. در بخش شماره تماس‌های ضروری، شماره تماس والدین یا هر کدام از بستگان را برای دسترسی در مواقع ضروری وارد کنید. در این بخش پس از وارد کردن شماره تماس و نام مخاطب، نسبت فرد با دانش آموز را نیز مشخص کنید. در ادامه برای آپلود کردن مدارک، کادر آبی رنگ را به دقت مطالعه کنید. قبل از شروع ثبت نام، مدارک مورد نیاز را به صورت اسکن شده به همراه داشته باشید. در صورت استفاده از گوشی همراه، می توانید از دوربین برای عکس گرفتن از مدارک استفاده کنید. روی دکمه آبی رنگ کلیک کنید و پس از انتخاب نوع مدرک، فایل را آپلود کنید. به همین صورت بخش‌های بعدی را تکمیل کنید. لطفاً توجه داشته باشید. در صورت نداشتن شناسنامه ایرانی، بخش اطلاعات شناسنامه ایران را کاملاً خالی بگذارید. در این صفحه اطلاعات سال جاری و اطلاعات سال گذشته دانش آموز را وارد کنید. در صورت تمایل به استفاده از سرویس مدرسه، روی این دکمه کلیک کنید و مسیر دلخواه خود را انتخاب کنید.